سازمان دیدبان حقوق بشر طلب کرد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده تاجیک فوراً آزاد شوند. در اسفر 9 کوچه را در مرکز شهر و جماعت‌های چارکوه به نام قربانیانی مناقشه‌های مرزی گذاشتند. تاجیکستان بیش از پیش با طالبان تجارت می‌کند. شرکت سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان در اقدام وطن دوستانه عمومی روسیگی شمع خاطره. از مقامات تاجیکستان سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ طلب کرد که بلاگرهای تاجیک دلیری امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کند. هیومن رایتس واچ بازداشت این دو روزنامه‌نگار تاجیک را به خاطر فعالیت کسبیشان دانسته، همچنین از مقامات تاجیک خواسته است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهد. سینت سلطانعلیف محقق هیومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام‌ها علیه آنها بیکار کرده شود. مقامات به این اظهارات هنوز واکنش نکرده اند. گفتنیست دلیری امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی مأموران دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه بازداشت شدند. دلیری امامعلی به صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر می شود. عبدالله غربتی را به لطوکوب یک کارمند پلیس گمانبر می دانند. دلیری امامعلی اتهام را قسماً قبول کرده است، اما عبدالله غربتی آن را قطعاً رد کرده است. در اظهارات سازمان هیومن رایتس واچ همزمان از تعقیب فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است، از جمله از بازداشت هشام غلام، الفت خانم محمدشایی و محمد سلطان مولا نظروف نیز اظهار نگرانی شده است. همچنین در اظهارات هیومن رایتس واچ از حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستعلیق ورمیا یاد شده، تاکید شده است که حکومت تاجیکستان باید به آزادی بیان احترام گذارد و مانع گذاری برای فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران را قطع کند. در شهر اسفر 9 کوچه را در مرکز شهر و جماعت‌های چارکوه به نام قربانیانی مناقشه‌های مرزی گذاشتند. در این باره به خبرگزاری از پولس شهیر یولداشوه مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حکومت اسفر خبر داده است. به گفته او قرار نامگذاری شدن ابیکت‌های جغرافی و فیزیکی به نام قربانیان مناقشه‌های مرزی و سابقه‌داران مهنت در اجلاسی 12 مجلس وکیلان خلق شهر اسفر روز 13 ایون قبول شده است. در قرار ذکر شده است که آنها منفعت جمعیت وطن را از منفعت شخصی بالا گذاشته برای حفظ مرز و بوم کشور، منزل و محل و دهه خود جانشان را نثار کرده اند. همچنین به حکومت پیشنهاد شده است که یکی از کوچه های جماعت واروخ به نام روزنامه‌نگار و سخنگوی رئیس شهر مرحوم اقبال تیشایف نامگذاری شود و این را کمیسی نامگذاری دستگیری کرده است. گفته می شود حجت گذاری ادامه دارد و شاید در اجلاسی های من بعد نامگذاری شدن کوچه در جماعت واروخ به نام اقبال تیشایف بررسی شود. حجم گردش مال میان تاجیکستان و افغانستان در ماه‌های ینور می سال جاری حدودی 36.3 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2021 قریب 30% بیشتر است. گفته می شود که حدود 97% حجم عمومی معاملات دوجانبه در 5 ماه سال روان صادرات محصولات تاجیکستان به افغانستان بوده است. محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان به افغانستان نیروی برق باقی میماند که تقریبا نصف گردش مال میان دو کشور را تشکیل می دهد. سمنت و بعضی نوعهای آذوقه‌واری و محصولات خواجگی قشلاق هم به همسایه ها فرستاده می شود. افغانستان در میان کشورهای وارد کننده محصولات تاجیکستان در مقام 8 قرار دارد. یادآور می‌شویم که طالبان ماه اوگوست سال 2021 کابل را اشغال نموده در کوتاه‌ترین فرصت تمام ولایت‌های کشور را بدون استثنا به تصرف خود درآورده‌اند. سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان در اقدام وطن دوستانه عمومی روسیگی شمع خاطره شرکت کردند. در مجمع یادگاری شأن و شرف به قهرمانان اتحاد شوروی برای پاس خاطر هلاک شدگان در جنگ بزرگ وطنی مراسم شمع گذاری شد. در این مراسم اینچنین خوانندگان مکتب‌های وزارت مدافعه فدراسیون روسیه و اعضای عائله‌های خدمتچیان حربی اشتراک داشتند.
مراسم شمع خاطره به آنهای بخشیده شده است که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هلاک شدند و همه ساله روز 22 ایون سالگرد حمله آلمان فاشیستی به اتحاد شوروی برگزار می شود. این بود شرح خبرها تا آینده. با ما بمانید.